حالا کسی بهت گفته فقط با یه هویج پخته شده، یه لبوی پخته شده، نصف سینه مرغ، یه مقدار فلفل سیاه و نمک و هر دستگاه میکسری که دارید و این مواد رو باش میکس کنی و بریزید داخل یه زیپکی پلاستیک یا قیف پلاستیکی، میتونی 7 سیسی خوشمزه درست کنی. مواد رو سطح سلفون ریخته و رولش کنید. بعد از اینکه سوسیس‌ها رو به این صورت رول کردید، بهتره یکی دو ساعت توی فریزر باشه و بعد تو آب جوشیده میندازیم تا حسابی منسجم بشه و داخلش کاملا پخته بشه. اینجا رنگ لبو هم در میاد و رنگ طبیعی سوسیس میگیره. تو مرحله آخر سوسیس‌ها رو داخل روغن خیلی کم سرخ میکنیم هر طرف حدوداً 7 تا 8 دقیقه با درجه خیلی حرارت پایین گاز باید سرخ بشه. با این مقدار مواد تونستم 7 سوسیس بزرگ درست کنم که هم سالم، مواد افزودنی نداره، رنگش هم رنگ طبیعی چغندره، مزه‌ش هم که مزه بهش میده. حتما این پست رو ذخیره کن بفرست برای هر کسی که سوسیس دوست داره و بگو به همین راحتی سوسیس درست کنه. تغذیه سالم برای دانشگاه و مدرسه بچه‌ها. بیا تو پیجم کلی ترفند آشپزی راحت دارم. دوست دارم. لایک هم یادت نره.